تفاوت پرخاشگری و جرئتمندی چیه؟ پرخاشگری خشم کنترل نشده است که باعث آسیب زدن به دیگران میشه و باعث بی‌اعتبار شدن خودمون و بی‌حرمتی به خودمون و دیگری میشه. بیان خشم سالم در جرئتمندی این گونه است که ما به دیگران میگیم کی هستیم، چی میخوایم و چجوری با ما برخورد کنیم. از نیازهای خودمون حرف میزنیم، اونها رو نام میبریم مشخصا و بیان میکنیم چه احساسی داریم، بیان میکنیم چه چیزی داره ما رو ناراحت میکنه. و اگر فرد مقابل هم همین کار رو انجام داد، یعنی جرأتمندانه از نیازهای خودش گفت، از خواسته های خودش گفت، قدرت اون رو تصدیق کنیم، هم در مورد خودمون و هم در مورد دیگران جرأتمندی رو معتبر بدونیم و به جای اینکه اون رو به خودمون بگیریم بر اساس اینکه ممکنه تو کودکی به ما گفته باشن در مورد نیازات حرف نزن، هیچی نگو، بشین سر جات، چجوری بچه پرو. ولی این آموزه ها بعدا تو بزرگسالی منجر به این میشه که ما نتونیم از حقوق خودمون دفاع کنیم، نتونیم توی رابطه ها مرزهای خودمون رو مشخص کنیم و مدام مورد سوء استفاده روانی قرار بگیریم یا اتفاقهایی برامون بیفته که اصلا خوشایند نیست، توی رابطه های مخرب قرار بگیریم و نتونیم ازش خارج شیم، یک ناراحتی پیوسته رو با خودمون حمل بکنیم و نتونیم به فرد روبرومون که خیلی هم بهش علاقه‌مندیم بیان بکنیم که چی میخوایم و چه چیزهایی داره ما رو ناراحت میکنه. اینجاست که ابراز وجود و جرأتمندی به یک نیاز ضروری برای حفظ مرزها و ایجاد یک سلامت روانی توی یک رابطه کمک میکنه. از اینکه فرد نیازهای خودش رو در خودش تصدیق کنه، اونها رو معتبر بدونه، حق خودش بدونه اگر جنسی رو گرون داره میخره اعتراض کنه، حق خودش بدونه اگر غذایی رو خورده خوب نبوده اعتراض بکنه، یعنی نظر خودش رو بیان بکنه، حق خودش بدونه قبل از اینکه چیزی رو بخره قیمتش رو سوال بکنه، حق خودش بدونه اگر کسی توی یک رابطه بی‌احترامی کرد به اون بی‌احترامی واکنش نشون بده. اینا همه مصداق‌های جرأتمندی هستن که البته اگر اون آموزه‌های مخرب حل نشده باشن، جرأتمندی بسیار دردناک، طاقت فرسا و رنجاور خواهد بود. باید اون ریشه هایی که وصل به خاطرات دردناک گذشته هستن قطع بشه. اون وقتی که ابراز وجود شکلی از ممکن رو به خودش میگیره که شاید خوشایند اونهایی نباشه که مدام از ما بهره کشی روانی میکردن. اشکالی نداره، آرام آرام جرأتمندی به ما روابط جدیدی رو هدیه میده، روابطی که توش افراد جرأتمندانه با یکدیگر در ارتباط قرار دارن و یک سلامت روانی تو اون رابطه مدام در حال اشاعه و گسترشه.